به نام خداوند لوح و خالق قلم که تقدیر انسان و همه موجودات و مخلوقات را در لوح محفوظ مقدر فرمود. افراسیاب و فریدون هستم، متعلم صنف 8 لیسه خصوصی البیرونی کابل. میخواهم مناجات نامه حضرت سنایی رحم الله را و شما دوستداران علم و فرهنگ به خوانش بگیرم. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راهنمایی. همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم، همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی، بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی، نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی، نتوان شبع تو گفتن که تو در وهم نیایی. همه غیب تو بدانی همه عیب تو بپوشی، همه غیب تو بدانی همه عیب تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی همه کم تو فزایی. لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید، لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید، مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. سپاس از توجهتان.